منتظر بودیم که اصلا افشار که باید رئیس تشریفاته اون بیاد که کار اصلیمون رو شروع بکنیم. تا روز آخرم کسی امروز وقتی هم به همه میگفتن که ما میریم و برمیگردیم، کسی فکر نمی‌کرد که عرضت میرم و برنمیگردم. شاه روزی که مملکت تحت کرد معلوم بود دیگه برنمیگرد. دلایل خیلی بود. من اصلا زودتر می‌رسیم. یه هواپیمای کارگو گذاشتیم براش، بوئینگ 707 اکستندد هم بود بالا ما، تمام وسایلش رو بردم. چمدون ها همیشه فوق‌العاده سنگین بود در مسافرت، همراهشون بود همیشه. تو 7-8 تا کانتینر رو مثلا این تا تای اتاق که می‌بینی با هم سخت. اصلا جامون 2 تا کانتینر تو بوئینگ 707 2 تا کانتینر جامون نتونستم ببرم، همه سگا شد.